یک زنک از پولای شوهرش $7000 جمع کرده بود است. فقط پولایی که با ماشین جمشویی رفتگی ها شده، کیسه خالی کردگی، اما یگان برچه که کیسند ماندگی هاش از ماشین جمشویی برآمدگی همه جمع کرده بود است. $7000 شده بود است. بعد یک روز در روزی وزنینی شوهرش $7000 آورده میتید، گویا که یک پولی کلان از هوا آمد. یعنی زنها باید مسئول هستید، پولی شوهر احتیاط کنید، صرفه‌کارانه استفاده برید، ذخیره کنید. همه پول همین ماه باید تمام نکنید. آخر مال شوهر مالی هست که زن پرسیده میشد روز قیامت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه والمرأة راعیة فی بیت زوجها و هی مسئولة عن رعیتها، او کما قال علیه الصلاة والسلام. زن در خانه شوهرش راعی هست، یعنی جوابگر است، پاسبان است، راهبر است. و مسئول عن رعیتها، روز قیامت از زیر دستانش پرسیده میشد، یعنی از فرزنداش، از آنهایی که در زیر دستشه زنم پرسیده میشد.